یه لحظه به خودتون برگردید ببینید اخیراً چقدر در لحظه حال زندگی کردید. ذهن آگاهی یعنی توجه آگاهانه در لحظه حال بدون قضاوت و کاملاً پذیرنده. چقدر تونستید بپذیرید آنچه برای شما اتفاق افتاده رو. تا حرف از پذیرش میاد یه ترسی ما رو فرا میگیره که وای من قراره تحمل کنم، من توان این که بخوام این مشکل بزرگ رو تحمل بکنم ندارم و تو به من میگی بپذیرش و این تو رو آزار میده. اما اینجا ما قرار نیست به تو بگیم فقط بپذیر، قراره بهت یاد بدیم که چطور میشه پذیرفت، که چطور میشه در لحظه حال بود، که چطور میشه این ذهن میمونی که هر لحظه داره به همه جا فرار میکنه رو افسارش رو کشید و اون تمرکز رو تو دستت گرفت، تو مشتت گرفت و باهاش جوری برخورد کرد که بتونه بهمون کمک بکنه برای یه کار سازنده. یه سوء تفاهمی که در مورد ذهن آگاهی وجود داره اینه که اگر ما ذهن آگاهانه زندگی کنیم ذهن ما تبدیل میشه به صفحه سفیدی که هیچ فکری اونجا قرار نیست باشه. ما قرار نیست کاری بکنیم که دیگه هیچ وقت فکر نیاد تو ذهنمون. ما قرار نیست کاری بکنیم که از شر احساسات ناخوشایند فرار کنیم. ما حتی دنبال آرامش نیستیم. ما دنبال این نیستیم که تغییر بکنیم و به یه آدم جدید تبدیل بشیم. بلکه ما میخوایم اون خودی رو که در ما وجود داره و سالهاست فراموشش کردیم دوباره پیداش کنیم. و این کار میسر نمیشه مگر با تمرکز کردن روی خودمون و احساساتمون و درونمون. اگر لحظه‌ای به خودمون برگردیم و نگاه کنیم میبینیم که چقدر در لحظه‌های مختلف ذهن ما در لحظه زندگی نمی‌کنه و تمام تمرکزش روی گذشته یا آینده است و هر لحظه در حال قضاوت دیگران، قضاوت خود و احساسات و افکارمونه. در واقع من و تو قراره در کنار همدیگه تو این مسیر کاملا کنجکاوانه و آگاهانه ذهنمون رو به سمت لحظه حال بیاریم و از قضاوت هایی که مداوم درگیرش هستیم رها بشیم. پس تو هم اگر این روزا تمرکز نداری، فراموشی گرفتی، احساس میکنی همه چیز زود از ذهنت میره، احساس میکنی فقط داری میدوی دنبال این که یه لحظه آرامش پیدا کنی، پر از اضطرابی، دغدغه‌هات امون تو بریده، احساس میکنی افسرده ای و امیدی به آینده نداری، احساس میکنی لحظه ای رو در لحظه حال زندگی نمی کنی و زندگیت رو مثل قبل دیگه تجربه نمی کنی، باید بگم که تو جای درستی اومدی. خوش اومدی به مستر کلاس زندگی ذهن آگاهانه. من پارسام و اینجا پارسایی.